به نام و یاد خداوند بزرگ. دوستان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله میرزایی هستم. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر. در این ویدیو من فعالیت‌های عملی را در قسمت تفاوت‌ها بین عناصر فلزی و غیر فلزی یا مواد فلزی و غیر فلزی در نظر گرفتم که چگونه ما و شما بتانیم تفاوت‌های بین عناصر فلزی و غیر فلزی را بر دانش آموزا به شکل عملی و واضح تشریح بدیم. که این فعالیت‌ها شامل هدایت برقی، هدایت حرارتی و تفاوت کثافت بین مواد غیر فلزی و فلزی میشه. فعالیت اول را که ما میخوایم اجرا کنم هدایت برقی است، یعنی مقایسه هدایت برقی بین عناصر فلزی و غیر فلزی که برای اجرای این فعالیت ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک تعداد نمونه های از مواد غیر فلزی، یعنی موادی که هدایت برقی نداره که من اینجا از یک عدد گلاس شیشه‌ای، یک تا قلم پلاستیکی، یک تا قاشق پلاستیکی و یک توته رابر کار میگیرم و همچنان به عنوان مواد فلزی از یک پنجه نیکلی، از ورق‌های آلومینیومی و سیم‌های برق استفاده میکنم. روش کار چه قسم است؟ برای اینکه ما و شما بتانیم هدایت برقی را نشان بدیم، ما و شما در اینجا به یک دوره برقی ضرورت داریم که ما این دوره برقی را با استفاده از 3 عدد باتری که توسط 2 لاین برق به یک گروه وصل است ایجاد کردیم یا ساختیم. اینولی چگونه ما و شما بتانیم تفاوت‌ها بین عناصر فلزی و غیر فلزی را در اینجا مقایسه کنیم؟ اول ما و شما می‌بینیم سیم‌های برقی را که از عنصر مس ساخته شده یا از فلز مس ساخته شده چگونه هدایت برقی داره یا برق عبور میده. هرگاه ما این دوره برقی رو بسته کنیم که فعلا از هم جدا قرار داره یا در اینجا یک خط لاین وجود داره، زمانی که ما این بسته میسازم میبینیم که گروپ در اینجا روشن میشه. این به این مفهوم که عنصر مس که سیم برق از ساخته شده هدایت برقی داره، یعنی برق از خود عبور میده. اگر ما شما بگیریم یک پنجه نیکلی را که از فلز نیکل ساخته شده این را در نظر بگیریم، آیا این هدایت برقی داره یا نه؟ زمانی که ما و شما پنجه را توسط دوره را بسته میسازیم میبینیم که باز هم چراغ روشن میشه، به این مفهوم که هدایت برقی داره. و یا با استفاده از ورق‌های آلومینیومی که در پخت و پز یا در آشپزخانه ازش استفاده میشه، این هم یک عنصر فلزی است، ببینیم آیا هدایت برقی داره یا نه. اگر ما دوره برقی را توسط از این بسته بسازم، ما یک سر کیبل برق در اینجا قرار میتم و یک بخش هم در این قسمت، ما و شما میبینیم که گروپ روشن میشه. با این مفهوم که عنصر آلومینیوم یا فلز آلومینیوم هم هاده برق است. اینال در مقابل از این عناصر فلزی میریم طرف یک تعداد موادی که در ساختار خود یا در ترکیب خود فلزات نداره. مثلا اگر ما و شما توته رابر در نظر بگیریم، آیا هدایت برقی داره یا نه؟ هرگاه ما و شما دوره را توسط از این توته رابر بسته کنیم میبینیم که برق هدایت نمیشه یا چراغ روشن نمیشه. اگر قاشق پلاستیکی رو میگیریم باز میبینیم که در اینجا هدایت برقی وجود نداره. و یا مثلا این قلم رنگی که پوشش از پلاستیک ساخته شده، اگر ما و شما این رو در مسیر قرار میتیم باز هم میبینیم که هدایت برقی در اینجا وجود نداره. و یا هرگاه ما و شما بگیریم از این گلاس شیشه‌ای استفاده کنیم، کیبل های برق در 2 قسمت از این گلاس قرار بدیم، باز هم میبینیم که هدایت برقی در اینجا وجود نداره. ما و شما میتونیم توسط از این فعالیت با استفاده از هدایت برقی تفاوت بین عناصر فلزی و غیر فلزی را تشریح بدیم. فعالیت دوم با استفاده از هدایت حرارتی بین فلزات و غیر فلزات است. قسمی که مواد فلزی یا عناصر فلزی هادی خوب حرارتند، در حالی که مواد غیر فلزی هدایت حرارتی خیلی ضعیف دارند. که برای اجرای این فعالیت ما و شما با یک مقدار آب جوش، یک عدد گلاس و 2 نمونه از عناصر فلزی و غیر فلزی ضرورت داریم که ما از یک قاشق پلاستیکی و یک قاشق نیکلی استفاده میکنیم. ما و شما میگیریم یک مقدار آب در داخل گلاس قرار میدیم، یعنی آب جوش در بین گلاس میندازیم با احتیاط. وقتی آب جوش در گلاس قرار گرفت، اینوله همزمان هر 2 قاشق در بین آب جوش قرار میدیم.
بعد از 3 الی 5 دقیقه میایم بررسی میکنیم که کدام تغییرات در اینجا به وجود آمده. ما بعد از گذشت 5 دقیقه میایم قاشق ها را بررسی میکنم. دیدم میشه که قاشق نیکلی کاملا داغ آمده، چون فلزات حاده حرارتی داره، اما قاشق پلاستیکی که یک ماده غیر فلز است هنوز داغ نامده، یا اگر گرم هم شده خیلی کم است که عملا قابل احساس نیست. ما و شما میتونیم با اجرای از این فعالیت با استفاده از هدایت حرارتی فرق بین فلز و غیر فلز تشریح کنیم یا توضیح بدیم. فعالیت سوم مقایسه کثافت بین عناصر فلزی و غیر فلزی است. قسمی که فلزات به صورت عموم نسبت به غیر فلزات کثافت بیشتر را دارند، که ما این مقایسه کثافت برای فلز و غیر فلز در بین آب انجام میدم. که برای اجرای از فعالیت ما و شما با یک مقدار آب، یک ظرف برای ذخیره آب، یک نمونه از یک عنصر غیر فلزی که ما از قاشق پلاستیکی کار میگیرم و یک نمونه از عنصر فلزی ضرورت داریم که ما از قاشق نیکلی کار میگیرم. روش کار چه قسم است؟ زمانی که ما و شما آب در داخل ظرف آب قرار دادیم که ما قبلا آب در اینجا انداختیم، میگیریم هر دو قاشق همزمان در داخل آب رها میکنیم، میبینیم که چه اتفاق میفته. ما و شما میبینیم که با قرار دادن قاشق ها در داخل آب، قاشق فلزی یا نیکلی میره در ته آب یعنی غرق میشه، اما قاشق پلاستیکی شناور میمونه یا در سطح آب قرار میگیره. دلیل از این چیست؟ مطمئناً که تفاوت کثافت است. عنصر فلزی با داشتن کثافت بیشتر در ته آب غرق میشه، اما ماده پلاستیکی یا عنصر غیر فلزی در سطح آب قرار میگیره، که این میتونه یک فعالیت خوب برای مقایسه عناصر فلزی و غیر فلزی باشه. امیدوارم فعالیت هایی را که در نظر گرفته بودم براتان مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.